سلام، وقتتون بخیر. در مورد کمالگرایی خیلی از من سوال پرسیده میشه. نگاه کنید، موقع‌هایی که ما یک استانداردهای خیلی سختگیرانه و تو دوران کودکی و دورانی که در واقع شخصیت ما شکل میگیره تجربه کرده باشیم و ارزشمندی ما وابسته به این باشه که کارها رو همیشه به نحو احسن و بدون هیچ گونه عیب و نقصی تجربه بکنیم، این باعث میشه که تو دوران بزرگسالی همیشه این معیارها و این سختگیری‌ها رو با خودمون درونی کرده باشیم. باعث میشه که در واقع همیشه یک خود سختگیری رو همراه خودمون داشته باشیم. حالا ضرر این داستان چیه؟ مشکلش چیه؟ چون خیلی مواقع افراد میگن خیلی خوب، این باعث میشه که اتفاقا پیشرفت کنیم، این باعث میشه منی که الان اینجا هستم، تو این موقعیت هستم، توسط همین من سختگیر من ساخته شده. ولی حقیقت اینه که این افراد خیلی میتونه در واقع دردهای زیادی رو تجربه کنن. یه اضطراب همیشگی دائمی از بابت اینکه کارها رو باید همیشه درست و به نحو احسن و بدون هیچ گونه خطایی تجربه کنن. خیلی مواقع باعث میشه که این اضطراب باعث بشه ما نتونیم حتی یه کاری رو شروع بکنیم یا توی چند راهیای زندگی نتونیم انتخاب بکنیم که این انتخاب درست تره یا این انتخاب درست تره، که این انتخاب عواقب کمتر دردناکی رو داره یا انتخاب دیگه. خیلی مواقع باعث میشه وقتی تو انجام دادن یک کاری شکست بخوریم، انگیزه ادامه دادنش رو نداشته باشیم و شرمی رو که تجربه میکنیم خیلی خیلی طولانی بشه. ممنونم از توجهتون. وقت بخیر.